یوسف پیامبر یکی از پیامبران بنی اسرائیل و فرزند یعقوب نبی بود که داستان زندگیش یکی از بهترین داستانهای قرآنه. همونطور که میدونید حضرت یوسف در دوران کودکی توسط برادراش به چاه انداخته میشه، اما به خواست خدا از چاه نجات پیدا میکنه و سالیان زیادی رو توی مصر حکومت میکنه. حضرت یوسف علیه السلام در مصر به محبوبیت اجتماعی و عزت بالایی دست پیدا میکنه، به طوری که مردم بعد از مرگش به خاطر محل خاک سپارش با هم اختلاف داشتن و میگفتن که این پیامبر باید نزدیکی خونه من دفن بشه. این داستان ادامه داشت تا اینکه بالاخره تصمیم میگیرن جسد حضرت یوسف رو توی رود نیل دفن بکنن تا آب از روی رود نیل بگذره و به تمام شهر برسه تا همه مردم از برکتش به صورت مساوی استفاده بکنن. پس در نهایت تصمیم گرفتن با سنگ مرمر یک قبر برای حضرت یوسف بسازن و جسد این حضرت رو توی رود نیل قرار بدن. پیکر حضرت یوسف تا مدت‌های زیادی بدون هیچ مشکل و اختلافی توی رود نیل قرار گرفته بود، تا اینکه یه مدت به صورت کاملا اتفاقی ابرهای آسمان توی اون قسمتی که حضرت یوسف دفن شده بود ناپدید میشن و دیگه ظهور نمیکنن. زمانی که مردم میبینن خورشید به سمت قبر حضرت یوسف طلوع نمیکنه، تصمیم میگیرن که قبر حضرت یوسف رو نبش کنن و ببرن توی مکان دیگه. اما اگه مردم قبر حضرت یوسف رو نبش میکردن، با سر اینکه جسد این پیامبر کجا باشه به اختلاف میرسیدن و شاید به جنگ و خونکشی هم میرسید. اینجا بود که خداوند به حضرت عیسی پیامی نازل کرد که سریعتر و در اولین فرصت برو قبر حضرت یوسف رو بشکاف و ببر توی مکانی که آفتاب ظهور میکنه. حضرت عیسی از پیام خدا پیروی کرد و به راه افتاد تا بره و قبر حضرت یوسف رو بشکافه تا به یک مکان دیگه منتقلش کنه. حضرت عیسی زمانی که به شهر حضرت یوسف رسید، از مردم محلی اونجا میپرسید که من قبر حضرت یوسف رو از کجا میتونم پیدا کنم. مردم همینطور جواب نمیدادن و به یک پیرزنی اشاره میکردن که این پیرزن مریضی های زیادی داشت و مردم فکر میکردن که اگه حضرت عیسی به سمت این پیرزن کشیده بشه به چیزی که میخواد نمیرسه و دوباره به شهر خودش برمیگرده. مردم زمانی که به صورت زیادی میگفتن برو از اون پیرزن بپرس، در نهایت حضرت عیسی هم تصمیم گرفت که به سمت خونه این پیرزن به حرکت بیفته تا بهش برسه و بپرسه که قبر حضرت یوسف رو کجا میتونه پیدا کنه. حضرت عیسی زمانی که وارد خونه این پیرزن شد، دید که این پیرزن آخرای عمرشه و مثل این که مریضی های زیادی داره. حضرت عیسی زمانی که با این پیرزن روبرو شد، بهش گفت که مکان حضرت یوسف را میخواهم. همه مردم به من گفتن که میتوانم از شما مکان این حضرت را بپرسم و پیدا بکنم. پیرزن زمانی که حرف حضرت عیسی رو شنید و بهش گفت که تو چه کسی هستی، حضرت عیسی در جواب خودش رو معرفی کرد. زمانی که پیرزن فهمید فردی که اینجا وایساده از سمت خداست و معجزات زیادی داره، خوشحال شد. پیرزن رو به حضرت عیسی کرد و بهش گفت برای اینکه بتونم کمکت کنم تا به خواسته خودت برسی، باید چند تا کار رو برام انجام بدی و اگه انجام ندی من هم به تو راهنمایی نمی‌کنم. حضرت عیسی در جواب پیرزن گفت چه درخواستی از من داری؟ پیرزن گفت که من 4 تا درخواست از تو دارم که میخوام این درخواست‌ها رو برام انجام بدی. این 4 تا عبارت هستند از پاهایم را درست کنی، از زنی پیر به زنی جوان تبدیل شم، چشمم را بینا کنی و در آخر مرا با خودت به بهشت ببری. حضرت عیسی زمانی که درخواستای پیرزن را شنید، مجبور شد که خواسته‌اش را عملی کنه، چون راه دیگه‌ای وجود نداشت و باقی مردم حرفی از این که قبر حضرت یوسف کجاست نمی‌زدند. حضرت عیسی هم پیرزن رو به یک دختر جوان تغییر داد و پیرزن زمانی که خودش رو دید باورش نمی‌شد که دوباره جوان شده. بعد از این پیرزن تصمیم گرفت که حضرت عیسی را راهنمایی کنه و بگه که قبر حضرت یوسف کجا قرار گرفته. پیرزن بعد رو به حضرت عیسی کرد و بهش گفت قبر حضرت یوسف در این مکان قرار گرفته. اگه الان راه بیفتی چند ساعت دیگه به این مکان خواهی رسید. حضرت عیسی هم به راه افتاد و در نهایت به قبر حضرت یوسف رسید. زمانی که به قبر حضرت یوسف رسید، قبر این حضرت بزرگوار را بدون اینکه مردم آن شهر بفهمند نبش کرد و به یک مکان دیگه منتقل کرد. طبق یه سری گفته ها میگن که جسد حضرت یوسف زمانی که توسط حضرت عیسی نبش شده سالم بوده و هیچ آسیبی ندیده.